السلام علیکم برادران عزیز. پیش از همه من به شما کانال یک برادر را توصیه می دهم. نام کانالش باشد احناف تیوی. در کانال در آمده ابونه شوید و بهترین حدیث ها را دسترس می نمایید. ان شاء الله خدا خواهد به خود پند می گیرید. باقی در امان الله باشید. ویدیو را آغاز می نماییم. مرحمت تماشا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. نشانه یقین. صبح بود. پیامبر در میان راه با زید برخورد. فرمود چگونه صبح کردی؟ گفت بنده با ایمان. پیامبر پرسید نشانه ایمانت چیست؟ گفت روزها را در حال روزه تشنه می گذرانم و شبها بیدار و مشغول عبادت هستم. گفت تشنه بوده ام من روزها، شب نخفته استم ز عشق و سوزها. زید ادامه داد به حال رسیده ام که زمان را و روز و شب را در نور دیده ام و نزد من گذشته و آینده یکیست. همان گونه که مردم آسمان را میبینند من عرش و عرشیان را میبینم. 8 بهشت و 7 دوزخ پیش روی من است. یکایک مردم را میشناسم و میدانم کدام بهشتی است و کدام جهنمی. گفت خلقان چو ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. 8 جنت 7 دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بود پیش شمن. یک به یک وامی شناسم خلق را، همچو گندم منز جو در آسیا. کی بهشتی کیست و بیگانه کی است، پیش من پیدا چو مار و ماهی است. زید گفت ای رسول خدا، اجازت می دهید سرنوشت یکایک مردم را بازگویم و از سیرت و نهانی هر یک خبر دهم و راز همگان فاش سازم. پیامبر فرموده اند خاموش باش، راز مردمان برملا مکن که خداوند پرده پوش است. چون به اسرار واقف شدی دم فرو بند و هیچ مگو. خداوند آینه به تو داده که حقایق را می نمایاند، آن را غلاف کن و پنهان دار. لیک درکش در نمود آینه را، گر تجلی کرد سینا سینه را. گفت آخر هیچ غنجت در بغل، آفتابی حق و خورشیدی ازل. گفت یک اصبع چون بر چشم نهی، بینی از خورشید عالم را تهی. چشم عالم بین است، با انگوش می توان آن را بست. ای عزیزان بدان که رازداری و پرده پوشی خلق کریمان است و چون عیب دیگران بپوشی خدای عظیم نیز خطاهایت بپوشاند.